التماس میکنم به ما یاردم کنید. از عذاب دو دوست تسر جراحیشون را گرسونده برم بک نزدیک کودکشون کودکای مایده دارن دو چشم در که پدرش که در بیده رو رحمتی کلام که شما با ما یاردم کرده ایستاده با مردم دست بخیر با کانال خیر مهاجر از هر یک شما میندار هستیم که دربار ما هست دستگیری میکنه و با کانال خیر مهاجر هم مینداری میکنم که مثلا ویدیو ما رو دستگیری میکنه. همین چیزی که میبینید همین مادر از پنجکن با ما نوار کرده روان کرده بودن. همین ویدیوی مادر رو پنگ کرده بودیم و همه سایت خیر مهاجر هم مونده بودیم میندار هستیم و با دستگیری شما با دستگیری مردمی دست بخیر 50% مبلغ رو جمع کرده 50% دیگرش مونده. یعنی حاضر همین برادر رو خوب کرده هستن در بیمارخانه برای جراحی تیاری دیده ایستادن. به همه کسا میشیم همین برادر رو دستگیری میکنیم با پا میخیزونیم. از هر یکی شما میندار هستیم به سخن مادر رو از زمانشون باز میشیم. اکا جانو دادر جانو رحمت که شما ما رو دستگیری کرده. من با دستگیری شما 50% پول جمع شد. من شوهرم رو به برنسه آوردم. از شما خواهش میکنم که 50% دیگرش رو یاردم کنید ما که اپیراسی این کس رو گرزونیم که من این کس رو صحت کنم و به پیش فرزنداشون برم. 3 تا کودک معده دارم. من خواهش میکنم که به من رحمت که شما ما رو دستگیری کرده ایستاده. میندار هستم. من میخواهم که تیسر همین شوهرم رو صحت کنم و به نزد فرزندانش برم. در خاک پاتم برم. در من یاردم کنیدان تیسر یاردم کنیدان که درد عذاب دادوست. اکا جانا تیسر به ما کمکاتون رساندان تا که من این شوهرم رو صحت کنم به نزد فرزنداش برم تا که فرزندای مایدش رو کلام کند و نگهبان باشد از سری فرزنداش. که همین مادر گفتن ببینیم چقدر آبی چشم میکنن به خاطر شوهرشون به خاطر 3 فرزند نابالغش بین همه کسا دست به دست میشیم. همین مادر تنها مقصد همین مادری که به خاطر شوهرشون اینقدر میگیرن اینقدر پیش ما و شما زورا کرده ایستادن دست به دست شده دستگیری میکنیم. همه کسا پدیدیت سر میکنیم پهن میکنیم همین ویدیو زودتر پهن شود کار همین مادر ما بود شود. از هر یک شما میندار هستیم که دربار ما هست تنها نمیگذاره. خداوند یار مدد کنه. سلام علیکم برادرای عزیز. سلام علیکم با کل مردم مسلمان. هزار رحمت که دستگیری میکنین هر یک نیازمندی که میمونین امروز هزار رحمت کلام که دستگیری میکنین. بعد امروز مادر را دیدین که با مراجعت شدیدین چند روز پیش مادر را پرفتا بودم 80,000 روبل روسیه جمع شدگی نیمی همی پولی اپیراسی شوهرش جمع شدگی مادر اوجه از پنجکن به دوشنبه آوردن در بالنیسه خوابش کردن. برادرای عزیز از همتون خواهش میکنم یک دستگیری کنیم مادر مثلا پولی در کوری مادر جمع شد شوهرش اپیرات کنه در دوشنبه اوجه در بالنیسه خراب دوره. کسایی هست برادراتون خواهراتون اگون چی هست نمره مادر در بالا میمونم زنگ بزنید مادر برین پیش یک خبرگیری شما یک سخن خوب شما دلبرداری مادر به حد خوب میشه و دوشنبه سیت اوزبیربانک در همین پایان میمونم. مقصد چند قیقی میتونید کمک خودتون برسونید برادرای عزیز. بعد یک چیزی در آخر گفتنیم برادرها کسایی در بلیط عملی و در کورای با تمام دنیا او یک کس مهاجران همیشه در خدمت شما هستند. نمرش در بالا هست زنگ بزنید ان شاء الله برادرها در خدمت هستند. انا بعد یک چیز دیگه گفتنیم که برادرها بسیار در کامنت همین سوال میتونید که چی با ویدیوی مرا برآوردن یگان اطفال نمیتی. انشالله با خواست الله پگا ویدیو میبره شما تماشا کنید برادرها. ویدیو پورا ویدیو میبره پگا خدا خواهد. برای چی این ویدیو شید چی با ویدیو را ما مقصد انا همین ویدیو را برای چی برآوردن برای برادرای عزیز سراسیمان است سخنای بد ننویسین. هر یک کس بدی کردن نمیتونه که هر کس خوبی کردن نمیتونه. برای به خاطر الله مقصد کمک کنین. مادر ما و شما است و برادر ما و شما است. چند خمیتونه خاص به خاطر الله کمک کنین. کارتوش هست نمره مادر هست زنگ بزنین مادر دلبرداری کنین. یک رفته یک از پیش خبر گرفتن از شما کسی که در تاجیکستان باشین. واقعی سربلند و خانواد باشین. خدا یار مددگارتون. سلام علیکم.